رشد ساحه انرژتیکا وابستگی خیلی زیاد دارد و چقدر که نیروی برق فراوانتر باشد همانقدر رشد کارخانه های صنعتی با موفقیت برای مانده می شود. باوری داریم که فورم امروزه باز سازشنامه ها اوید همکاری های طرفین جهت ساختمان کارخانه های نو مساعدت خواهد کرد. باید گفت که زیاده از 250 نفر صاحبکاران و سرمایه‌گذاران وطنی و خارجی، نمایندگان وزارت و کمیته جمهوری، کورپوس های دیپلماتی، سفارت ها، شرکت و تشکیلات ها به این فورم دعوت کرده شدند. صاحبکاران منطقه بهترین محصولات خویش را به نمایش برآورده از برگزاری چنین فورم نتیجه بخش که محض با دستگیری های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان همه ساله برگزار می‌گردند اظهار سپاس بیان داشتند. امروز اشتراک داریم در فورم ولایتی پامیر نویس. ما از تشکیل کردن این فورم خیلی منت داریم، خیلی خوشنودیم. کارخانه ما در ظرف همین 4 سالی که فعالیت داریم به نتیجه های نظررس رسیده. قریب تا 15 نمود محصولاتی از همین اشیاء خام ولایت بدخشان از قبیل پیاز انزور، آب، نوشابه خوش، انگیت، داروها تیار میکنیم که چون که میبینید همه همین 3 سالی کارخانه ما میباشد. در آینده ما باز نقشه ها داریم که زیادتر کنیم استحصالات داروواری همین وطنی را و مسائل خوراکواری را. نمایش در بینای تئاتر ولایتی دایر شده در آن تمام بخش‌های خواجگی خلق جای داده شده. هر یک صاحبکار منطقه با شکرگزاری تام از فضای آباد و پرنکهت وطن محصولات خود را معرفی نموده مرحله نوی رشد ولایت را تکان دهنده پیشرفت نوین منطقه ارزیابی نمودند. ما در فورم پامیر اینوست سال 2022 سبزوات کوهستان برای بنیاد 1.5 گکتار گرمخانه در ولایت مختار کوهستان و بدخشان بسته شد و عین حال همه ساله این گرمخانه فعالیت کرده. سبزوات تر و تازه برای مشتریان تامین می نماید و امروز خیلی شاهد هستید ما در این فورم بهترین سبزوات خود را به نمایش گذاشته ایستاده ایم. مقصد ما امروز در همین جمع شدن در همین فورم جمع کردن مبلغ گذاری است. ما نیت داریم و خدمت رسانی به مزاجون با قرضای امتیازناک و قرضای دسترس در جاهای کوهستان و دوردست. باید گفت که در فورم در قطار دیگر مهمانان و شریکان رشد و سرمایه‌گذاران صاحبکاربانوان از دولت ازبکستان نیز اشتراک نموده بازار منطقه را مورد آموزش قرار دادند. توجه آنها را بیشتر سنگ‌های آرایشی و محصولات دستی بانوان منطقه به خود جلب نمود. بهر همکاری‌های من بعد آمادگی خویش را بیان نمودند. نمایندگان دولت چین نیز به این فورم دعوت کرده شدند. کارمندان شرکت رشد انرژی خیتوی چینایی پیش از همه وجد بی اندازه خویش را نسبت طبیعت ناتکرار و آبهای شیرین، طعامهای بالذات و سنگهای آرایشی منطقه بیان نمودند. رهبریت ولایت و نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان با هیئت مهمانان از نمایشگاه دیدن نمودند. هر یک بخش و گوشه نمایش برای مهمانان شرح گذاری گردید. از ذخیره‌های بوی و رنگارنگ منطقه، طبیعت نعمت بخش و پرتراوت سخن کرده شد. هر یک شرکت در منطقه فعالیت داشته و هر یک ساحه از دستاوردهای خود معلومات مشخص پیشنهاد نمودند. قسمت رسمی چاره‌بینی از سخنرانی رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان میرزانبات الشیر خدابردی آغاز یافته ذکر نمود که در 2 سال برگزاری فورم های پامیر اینوست طبق عملی شوی شرطنامه ها به اقتصادیات ولایت زیاده از 2 میلیارد سامانی وارد کرده شده است. گفته شد که در اساس شرطنامه های بسته شده 15 کارخانه به مبلغ 727 میلیون و 200 هزار سامانی مورد فعالیت قرار گرفتند که 32% شماره عمومی سازشنامه های سالهای 2022-2023 را تشکیل می دهند. در دایره اعلان سالهای 2022-2026 سالهای رشد صنعت و به افتخار 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان 92 انشاءات به نقشه گرفته شده الکی 70 انشاءات صنعتی به استفاده داده شده تا آخر سال جاری باز 30 انشاءات دیگر مورد بهره برداری
قرار داده می شوند که البته دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان سهم سرمایه گذاران و شریکان رشد و صاحبکاران وطندوست در این جاده بسا زیاد می باشد. سپس در فضای تنتنوی سندهای همکاری و سازشنامه ها و تفاهم نامه های طرفین به امضا رسانیده شدند. بعد امضای سازشنامه ها کار فورم در دو پنل جلب سرمایه وطنی و خارجی، جهت استوار نمودن نشان دهنده های اقتصادی و اجتماعی ولایت مختار کوهستان بدخشان و بلند برداشتن سوادناکی مالیوی صاحبکاران در بخش مالیه و بانکداری کار خود را ادامه داد. اعلان کردن رشد با صورت صنعت همچون استراتژی ملی به رشد با نظام این ساحه در تاجیکستان تکانی تازه بخشید. وابسته به این همساله در مملکت صدها کارخانه‌های نو بنیاد و کارگاه‌های موجوده تعمیر و نوسازی کرده می‌شوند. این در نوبت خود امکان فراهم می‌آورد که موقع ساحه صنعت در نظام اقتصادی مملکت هرچی بیشتر و استوار گردد. در شهر لیوکانتی ولایت ختلان نیز رشد تدریجی صنعت چشم رس است. 33 سال دوران صاحب استقلالی مملکت در فعالیت صنعتچیان شهر لیوکان تکانی جدی بخشیده تنها در ظرف 2-3 سال اخیر در دایره آمادگی ها به این جشن بزرگی در پیش ایستاده کارخانه و کارگاه‌های نو را با در نظر داشت اقتدارهای گوناگون و فراهمسازی جایهای نویکاری برای نفران بیشغل تأسیس دادند. میتوان گفت که امروز قسم بیشتری کارگاه و کارخانه‌های شهر اشیای خام محلی را تا حد نهایی کارکرد نموده احتیاجات باشندگان را از حساب استحصال محصولات وارداتی بس کننده قانع گردانیده ایستادند. از بس که شهر لیوکان شهر صنعتی است، در آن کارخانه‌های بزرگ استحصالی فعالیت می‌نمایند. به امثال جمعیت سهامی کشاده آزاد که یکی از کلانترین کارخانه کیمیاوی در مملکت به حساب می‌رود، سال 2023 پس از تجدید و از نوسازی دوباره مورد بهره برداری قرار گرفت. کارخانه مذکور در دایره دستور سپارش‌های به واسطه پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان با مقصد تامین طلبات خواجگداران و کشاورزان مملکت با نوری‌های مینرالی، بلند برداشتن حاصلناکی زراعت، باز هم بهتر تامین نمودن اهالی مملکت با محصولات آذوقه‌واری و فراهم آوردن جایهای نویکاری با سهم صاحبکاران وطنی نوسازی کرده شده با نوترین تکنولوژی شرکت‌های پیشرفته دولت‌های جهان مجهز گردانیده شده است. با فعال گردیدن کارخانه مذکور زیاده از 800 نفر شهروندان مملکت خاصه جوانان صاحب تخصص با جای کار تامین گردیدند. در شهر لیوکان زیاده از 30 کارخانه صنعتی که سمت فعالیتشان استحصال سمنت، خشت پخته، خشت بتونی، سنگریزه، قم، کارکرد پخته، روغن پخته، لوله‌های پلاستیکی، محصولات نیم تیار، آهنی و کارکرد سنگ‌های آرایشی به قید گرفته شده است. کارخانه‌های صنعتی شهر در 6 ماه سال جاری محصولات‌های صنعتی را با مبلغ 197 میلیون هزار سومانی رسانیدند که این نشاندار نسبت همین دوره سال گذشته 24 میلیون 725 هزار سومانی زیاد بوده 114% را در بر میگیرد. همزمان در شهر چندین کارخانه ها را فعالیتشان به استحصال خشت پخته روانه کرده شده است که همه ساله از آنها هزارها عدد خشت پخته خوش صفت ساختمانی کارکرد میگردد. جمعیتی دارای مسئولیت محدود احمدشاه از سال 2015 این جانب فعالیت پرثمر داشته به استحصال خشت پخته کرمیکی مشغول است. در این کارخانه در یک سال امکان استحصال زیاده از 2 میلیون دانه خشت موجود است. عین زمان در اینجا بیش از 30 نفر ساکن محلی با جای کار و معاش خوب تامین است. محصولات استحصال شده به شرکت‌های ساختمانی و اهالی حدود منطقه باختر ولایت ختلان و بیرون از آن روانه می‌گردد. برای پورا پخته برآوردن غش 3 مرحله رو کارکرد میکنیم. یکم مرحله حساب تیار کردن لای، دوم خاک کردن در میدان‌های غش خاکنی، سوم پزاندن در پیچ غش پزی. از 800 تا 1200 گرادوس گرمی لازم است که غش نقص پزد که بعد با سرتیفیکات مطابقت جوابگو باشه. ما پیش از همه شکر از آن میکنیم که
با صاحبکاران چون یک فضای تینجی سرمایه‌گذاری فراهم آورده است که تا سال 2026 که رشد ساحه صنعت است حرکت میکنیم که باز میدان را وسیع کرده باز امسال نیت داریم که یک خط تکنولوژی دیگر برای استفاده کردن غشت از جمهوری ازبکستان گپزنان کردگیم نصیب کنه تا همین تیرامو دست میرسونیم باز وصل میکنیم. یکی از هدف‌های اساسی حکومت جمهوری تاجیکستان این هم باشد صنعت‌کنانی با صورت کشور می باشد که مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر لیوکان چندین مراتب با صاحبکاران وطن دوست شهر از نزدیک صحبت و خوریا نموده برای به کار انداختن بعضی از کارخانه‌هایی که از فعالیت باز ماندند عزم گرفتند که این کارخانه‌ها را دوباره به کار درآورند و باز هم مردم کشور مردم انمی شهر لیوکان با جای کار و معاش خوب تامین گردیده باز هم جایهای کاری زیاد گردد. با اطلاع مسئولین در دایره عملی گردیدن هدفها در سمت رشد ساحه صنعت در شهر لیوکان حجم استحصال محصولاتی که قبلا از خارج کشور وارد می‌گردد کاهش داده شده سال از سال تامین بازارهای داخلی با محصولات وطنی تامین می‌گردد. گزارش شهلای احمدخان فیروز جان قربانوف برای برنامه اطلاعاتی نوید از شهر لیوکان. از جانب سودی ولایت مختار کوهستانی بدخشان حکمی 12 نفر سرکرده و اعضای گروه جنایتی نشجلاب که چند قبل عملهای غیرقانونی آنها توسط همه شبکه‌های تلویزیونی مملکت نمایش داده شده بود صادر کرده شد. طبق اطلاع همکسبان ما همه اعضای این گروه جنایت پیشه حکمی سزاوار گرفتند. тавре қаблан тариқи шабакаҳои телевизионии ҷумҳурӣ хабар дода шуда буд моҳи марти соли 2024 дар натиҷаи гузарондани маҷмӯи чорабиниҳои ҷустуҷӯи оперативӣ аз ҷониби раёсати кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон далели қочоқи маводи мухаддир дар ҳаҷми махсусан калон ошкор ва фаъолияти ҷинояткоронаи гурӯҳи қочоқбари фаромилӣ қатъ карда шуд. گروه متشکل نشجلاب شهر خوروغ با همدستی شهروندان دولتی همسایه زیاده از 100 کیلوگرم مواد مخدر را به طریق قاچاق به حدود ناحیه شغنان ولایت مختار کوهستانی بدخشان گذرانیده از آنجا به ولایت سوخت و سپس به کشورهای منطقه انتقال دادنی بودند. نسبت به اعضایان گروه متشکل نشجلاب ماه مارس سال 2024 با دسترسی ماده‌های 36, 200, 289, 335 و 347 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده‌های جنایتی آغاز گردیده بود. بعد به آخر رسیدن تفتیشات پیشکی و تصدیق فکری عیبدارکنی، پرونده‌های جنایتی برای ماهیتاً بررسی نمودن و قبول قرار قانونی به مقامات سودی ارسال کرده شد. از جانب سود ولایت مختار کوهستانی بدخشان پرونده جنایتی تحت رقم 18698 نسبت به 12 نفر سرکردگان و اعضایان گروه جنایتی مذکور مورد بررسی قرار گرفت. در نتیجه 23 ایولی سال 2024 در تالار مجلسگاه بینای مؤسسه تفتیشاتی 9/3 سررئیست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان در شهر خوروغ قسمت نهایی مرافعه سودی برگزار شد. در رفت بررسی پرونده جنایت‌های صادر نموده همه عیبدارشونده‌ها پورا تصدیق خود را یافتند. با نظرداشت حالت‌های ذکر گردیده در اساس حکم سود ولایت مختار کوهستانی بدخشان با دسترسی ماده‌های 36 قسم‌های 3, 5, 195 قسم 2 بند و 200 قسم 4 بندهای گ، د، 289 قسم 5, 335 قسم 2 و 347 قسم 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان اعضایان گروه جنایتی به مهلت‌های زیرین از آزادی محروم کرده شدند. گلدستشویف شوناسرат مزримشوевич ба муҳлати 20 сол, Абдурахимов Бахшидор Шакаршоевич ба муҳлати 20 сол, Тиллозода Юсуф Тилло ба муҳлати 17 сол, Раҳмонов Шариф Раҳмонович ба муҳлати 17 сол, Додмамадов Шамсиддин Наврӯз Маҳмадович ба муҳлати 17 сол, Шоназмиев Шайдо Мабадшоевич ба муҳлати 16 сол, Шосулаймонов Рамзи Шосулаймонович ба муҳлати 16 сол, Акимбеков Акимбек Азиз Маҳмадович ба муҳлати 13 солу 6 моҳ, Давлатназаров Зафар Абдулназарович ба муҳлати 13 сол, Наврӯзбеков Фарзин Умедович ба муҳлати 12 сол, Гулдарбоғов Бахтовар Худораҳмович ба муҳлати 6 моҳ, Маҳмадназаров Алишер Мамадакимович ба муҳлати 6 моҳ аз озодӣ маҳрум карда шуданд. ҳар як сокини ҷумҳурӣ бояд бидонад то даме чунин ашхоси ҷинояткор дар ҷомеа дар байни сокинони озоду осудаи мо ҳаёт ба сар мебаранд, хатари муҳтоҷшавӣ ба ҷони фарзандон, ёру бародар, хешу табор, дӯсту ҳамсоя, ҳамсинфу ҳамкурси ҳар як нафари мо таҳдид мекунад. аз ин рӯ мубориза бо паҳнкунандагони маводи мухаддир бояд ба таври дастаҷамона бо иштироки тамоми қишрҳои аҳолӣ сурат гирад то ки мақомоти ҳифзи ҳуқуқ тавонанд ин ҷинояти сангинро аз беху бунаш решакан намоянд.
از فعالیت خدمات دولتی آتش‌نشانی مملکت قریب 100 سال سپری می شود. وابسته به سنه تأسیس‌یابی این خدمات مهم دولتی که کارمندان آن در حفظ جان و مال مردم سهم نظررس دارند، در بینای سرایوست خدمات جمع‌آمد تنتنوی برگزار گردید. شرح موضوع در گزارش همکاران ما. بخشیده به عید کسبی در سرایوست خدمات دولتی آتش‌نشانی چرابینی با شکوه ایدونا برگزار گردید که در آن رهبریت و کارمندان و سابقه‌داران ساحه اشتراک کردند. در همایش ذکر گردید که آتش‌نشانی از زمره کسب‌هایی است که از متخصص کارنمایی و قهرمانی و ناترسی و دلیری را طلب می‌کند. نمایندگان این کسب انسان‌هایی اند که همه روزه بهر نجات جان و اموال دیگران حیات و سلامتی خویش را زیر خطر گذاشته با آتش همواره در نبردند. قید گردید که اکثرا حادثه‌های سوختار از بی اهمیتی شهروندان و طرز نادرست استفاده بردن هر گونه تجهیزات برقی سر میزند. از معیار زیاد گرم شوی هوا و استفاده بر زیاد قوه برق طریق تجهیزات سرد کننده در خانه‌های استقامتی به سر زدن هر گونه حادثه‌های ناخوش سوختار آورده میرساند. از این رو کارمندان این نهاد قدرتی همیشه آماده‌اند که در این حالت‌ها کار خویش را صادقانه و سریع وقت اجرا نمایند. اطلاع داده شد که در دوران صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان خدمات دولتی آتش‌نشانی با دستگیری حکومت مملکت و وزارت کارهای داخلی جمهوری صاحب تکنیک و تجهیزات زمانوی گردیدند که کار کارمندان آتش‌نشانی را سبک و آسان می‌گرداند. در فرجام چرابینی کارمندان فعال و سابقه‌داران ساحه با افتخارنامه و سپاسنامه‌ها قدردانی گردیدند. گروه کاری کمیته کار با زنان و اویله نزدی حکومت جمهوری تاجیکستان تحت رهبری رئیس کمیته بنفشه فیض‌الدین‌زاده به شهر حصار سفر کرده با زنان و بانوان فعال این شهر ملاقات‌های سودمند انجام دادند. موضوع اساسی این ملاقات‌ها تعلیم و تربیت درست فرزندان، رشد هنرهای ملی، رعایت طلبات قانون‌های عمل کننده از جمله درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم، بلند برداشتن فرهنگ ملی و امثال این به شمار می‌رفت. بختیار قادرزاده موضوع را ادامه می‌دهد. رهبرت کمیته کار با زنان و اویله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با هیئت گروه کاری جهت شناسایی با حالت کارگاه هنرمندی خانه هنرمند به شهر حصار تشریف آوردند. گروه کاری نخست با حالت و فعالیت کاری کارگاه هنرمندی خانه هنرمند شناس شده به چهوران و شاگردان این کارگاه مصلحت‌های مفید دادند. اطلاع داده شد که در کارگاه کرته‌های ملی با لیشت و کرپچه، تاقی، جوراب دوخته می شود. مصلحت داده شد که به احیای هنرهای قدیمی خانوادگی توجه ضروری ظاهر نمایند. بعداً در تالار مقامات اجرایی حکومت دولتی با اهل جماعتچگی شهر همایش برگزار گردید که در آن رهبرت شهر، فعال زنان، نمایندگان جامعه و خادمان دین شهر حصار اشتراک و سخنرانی نمودند. در همایش اشتراکداران اطراف مقررات قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک، درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان و ترغیب و تشویق فرهنگ ملی ابراز اندیشه نمودند. گفته شد که در بین قوم و ملت‌ها و پیروان دین‌های گوناگون سر و لباس یکی از عنصرهای مهم میباشد که توسط آن منسوبیت نژادی و ملی و اعتقادی آدمان را به آسانی معین میکنند. هرچند مسئله احترام گذاشتن به لباس ملی در نظر اول همچون پدیده معمولی و مقرری پذیرفته می شود، ولی مشاهده ها نشان می دهند که کوشش های دیگرگونی وارد نمودن به ساختار شکل گرفته آن آهسته آهسته خصوصیت تندگرایانه، نمایشکاری و زیاده روی کسب می کنند. در جریان همایش عاید به مسئله های بررسی شونده سوال و جواب و مکالمه آزاد برگزار گردیده به پرسش های اشتراکچیان جواب های مشخص داده شد. تا آغاز سال نو خونیش کمی بیشتر از یک ماه دیگر باقی ماند. وابسته به این در شهر و نویه‌های مملکت کارهای تعمیر و تجدید و مجهزگردانی مؤسسه‌های تعلیمی ادامه دارد. ادامه موضوع در گزارش همکاران ما از شهر اسفره. در حدود شهر و دیهات اسفره به امروز در زیاده از 89 مؤسسه‌های تعلیمی کارهای وابسته به تعمیر و ترمیم انشاءات‌ها با صفت خوب به انجام رسیدند و در مکاتب باقی مانده تا سنه 15 آگوست چنین امور باید کاملا به انجام رسانیده شوند. عموما در اسفره 74 عدد مؤسسه‌های تحصیلات عمومی، 9 لیسه،
دو مؤسسه تحصیلاتی اساسی، یک مکتب پرورشگاهی مخصوصی بچه‌های قوه بازدیدشان سست و ضریر، دو مکتب خصوصی غیر دولتی، یک عدد خانه بچه‌ها فعالیت می‌برند که در آنها در مجموع 43475 نفر محصلین تحصیل می‌نمایند. بخاطر سیاست معارف پرورانه اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان توجه دائمی پیشوای معظم ملت به ساحه معارف همه روزه احساس می‌گردد. به خاطر سطح و صفت تعلیم، بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم، به خاطر شرایط فراهم آوردن به نسل نورس در همه 89 مؤسسه‌های تعلیمی شهر و دیهات اصفهان امروز با مقصد حسی زیبایی پرستی، با مقصد از نو ترمیم و تجدید نمودن مؤسسه‌های تعلیمی، ترمیم در همه مؤسسه‌های تعلیمی رفته ایستاده است و امروز ما با دستگیری به واسطه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر اصفهان که از بودجه شهر زیاده از 885,000 سومانی مبلغ جدا گردیده است به خاطر تعمیر مؤسسه‌های تعلیمی و یادآور شدن به مورد است که در همه مؤسسه‌های تعلیمی تا سال 15 آگوست سال 2024 پرره مؤسسه‌های تعلیمی از تعمیر برآورده می‌شوند. عموماً تا امروز در مؤسسه‌های تعلیمی شهر و دیهات اصفهان با برابری 1058 صنفخانه‌ها، 11 تالار ورزشی و 39 عدد آشخانه‌های مکتبی نیز از تعمیر خوش‌صفت برآورده شدند. در ریاست معارف شهر اطلاع دادند که برای تعمیر جاری مؤسسه‌های معارف تا امروز بیش از 885,000 سومانی جدا شده است که 92,000 آن به حساب مبلغ‌های مخصوص، 431,000 سومانی به کمیته‌های پدر و مادران و 11,800 سومانی به دیگر سهمگزاران راست می‌آید. برای در عمل تطبیق نمودن سیاست بنیادکارانه و سازنده اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، رئیس معظم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان محترم امام علی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی هر هفته روزهای شنبه از جانب کارمندان کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر دوشنبه و ساختارهای ناحیوی آن در گوشه‌های علاهیده پایتخت حشرهای دستجمعانه گذرانده می‌شوند. در این اقدام های سازندگی کمیته و تشکیلات های ابتدایی حزبی شهر دوشنبه و اعضای تشکیلات جمعیتی جوانان سازندگان وطن فعالانه اشتراک می‌ورزند. همکارانمان از جریان حشر نوبتی در حدود ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت گزارش می‌دهند. در دایره نقشه‌چوربینی‌های کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر دوشنبه و ساختارهای ناحیوی آن جهت باز هم آباد و زیبا گردانیدن پایتخت امروز در محله میرزا ترسونزاده ناحیه اسماعیل سامانی حشر دستجمعانه برگزار گردید. در این اقدام سازندگی اعضای کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت، تشکیلات جمعیتی جوانان سازندگان وطن و ساکنان محله فعالانه اشتراک نموده سهم خویش را در تازه‌گردانی پایتخت گذاشتند. اشتراکچیان حشر نوبتی حزبیان شهر دوشنبه در حدودهای معین گردیده محله‌های میرزا ترسونزاده، راه‌های داخلی محله و گرد و اطراف آنها را از پرتوها تازه نمودند. طور معلوم است امروزها در تاجیکستان حرارت بلند هوا به نظر می رسد که این حالت می تواند به سر زدن ساختارها سبب گردد. با مقصد پیشگیری از چنین حالتها اشتراکچیان حشر نوبتی در نقطه‌های معین علف‌های خوش و خودروی را درآورده به پرتوگاه‌ها بردند. در یک جایگی با حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر دوشنبه و ناحیه اسماعیل سامانی این حشر را در مزار سریاسیات تشکیل دادیم. چون این حشره ما هر هفته تشکیل میکنیم چون گرمی بسیار است. برای پیشگیری از حالتهای سوختار به حشر برآمدیم. لازم به ذکر است که اقدام‌های حزبیان پایتخت پیروی به هدایت‌های رئیس معظم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان محترم امام علی رحمان و مراجعتنامه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی جهت به شهر سبز تبدیل دادن دوشنبه بوده. من بعد نیز روزهای استراحتی هر هفته در گوشه‌های علاهیده پایتخت از جمله ناحیه اسماعیل سامانی گذرانیده می‌شوند. باید گفت که چنین حشر و تازه‌کاری دستجمعانه عامل نظافت و پاکیزگی بوده به وضع سانیتری و گیگینی و اکولوژی محیط زیست. این چنین به بلند گردیدن معرفت اکولوژی ساکنان پایتخت مساعدت می‌کند.
سازمان ملل متحد دوباره جامعه جهانی را به مبارزه بر ضد تغییرآبی اقلیم دعوت می‌کند. اظهارات نوبتی این سازمان در حالی است که هفته روان گرمترین روز در تاریخ ثبت شد. باستانشناسان مصر از پیدا کردن بازیافت‌های نوبتی خبر می‌دهند. این نوبت آنها در دریای نیل نقش‌های سنگی را یافتند. توجه کنید به شرح چند خبر از خارج مملکت.